14مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت پتروشیمی، پلیمری و تجهیزات وابسته با عنوان روس پلاس با حضور 580 شرکت از 11 کشور جهان امسال در حالی برگزار شد که شرکت‌های ایرانی بزرگترین حضور یک کشور خارجی در تاریخ برگزاری نمایشگاه را رقم زدند. تعداد شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه امسال تقریباً 2 برابر شده و ما شاهد یک مجموعه بسیار جدی از تولید کنندگان ایرانی هستیم. این دقیقاً همان محصولاتی است که از نیازهای ضروری در بازار روسیه به شمار می‌رود و با توجه به کیفیت بالای محصولات عرضه شده من فکر می‌کنم حجم صادرات از ایران به روسیه به زودی چند برابر شود. بیش از 800 متر مربع پاویون جمهوری اسلامی ایران شد و یک پنل بسیار خوب بین ایران و روسیه و چین برگزار شد و از ایران هم شرکت‌های پتروشیمی و پلیمری بزرگی در این نمایشگاه حضور پیدا کردند. مجموعه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه با نکوداشت یاد رئیس جمهور شهید و شهدای سانحه بالگرد گشایش یافت و حسین ملکی کاردار موقت سفارت کشورمان در نشست تخصصی تغییرات جهانی و چشمانداز همکاری از نقش شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان در توسعه و تقویت همکاری با همسایگان و به ویژه روسیه تمجید کرد. یکی از مشکلات اساسی عدم شناخت فعالان اقتصادی دو طرف از ظرفیت‌های بازار همدیگه و از ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های همدیگر بود که خدا را شکر مشارکت فعال و مؤثر در نمایشگاه و اعزام و پذیرش هیئت‌های فراوان این باعث شده که اتفاقات خوبی بیفته. شرکت‌های ایرانی در 3 روز برگزاری نمایشگاه با عرضه محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی در صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی توانستند نظر شرکت‌های روسی برای همکاری را جلب کنند. انواع و اقسام محصولات پلیمری رو در گریدهای مختلف به کشور روسیه میتونیم صادر بکنیم. در حوزه صادرات به حوزه CIS کشورهای مستقل مشترک المنافع ما بالای 70,000 تن سالانه به طور میانگین صادرات به این بازارها رو داریم. شرکت‌های ایرانی اومدن تا سهم بیشتری از این بازار بزرگ رو در اختیار بگیرن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.